کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسی خبر می‌دهد که از 2 تا 5 آگوست سال 2024 بنابر بلند شدن حرارت هوا در حوزه‌های دریاهای زرافشان، پنج و وخش بالوروی سطح آب پیش بینی می‌شود. همزمان آب شدن پیریخ‌ها بر اثر گرمای شدید می‌تواند با آمدن سیل‌ها در یک قطار نویه‌های توبه جمهوری، ولایت سوغد و نواحی توبه جمهوری و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان شود. در این رابطه کمیته به اهالی مراجعت می‌نماید که احتیاط کنند. برای پیشگیری از عاقبت‌های سیل، جو و کانال‌های نزد خانه خود را سر وقت از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند. در این روزها نباید به غنجین ایزم، شکار و ماهیداری روند. کمیته حالتهای فوق‌العاده بر رانندگان و دوستداران توریسم کوهی، افت و موتو و ولوسیپدرانی خاطررسان می‌کند که هنگام حرکت در مناطق کوهی قاعده‌های بی‌خطری، اینچنین فاصله مقرر شده حرکت را قطعاً رعایت کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده قبلا هشدار داده بود که گرمای شدید و آب و هوای خشک در تاجیکستان دست کم تا 5 آگوست پابرجا میماند. ساکنان تاجیکستان اینک چند هفته باز از گرمای طاقت فرسا رنج میبرند. ساکنان میگویند این گرما در حالی است که در برخی ناحیه‌ها در دوام روز انتقال نیروی برق قطع کرده می شود و آنها نمیتوانند از یخدان و کندیسنر استفاده برند. بی‌برقی مشکل مردم را در شرایط گرمای شدید باز هم شدیدتر کرده است.